شاعرای بسیار واجدی داریم در کشور خود. به نام آنها خود را فرمایید که حالا گپ بزنید. السلام علیکم. السلام علیکم. صدیقی چیال داریم. صدیقی آقا سلام علیکم. صحت شما خوب؟ شما شما خوب؟ چیال دارید. زنده باشید، سلامت باشید. زنده باشید. بس که احترام تقدیم میکنم. زنده باشید. خدمت شما و تمام دوستایتان. زنده باشید. از غیر حاضری بسیار معذرت میخوام. آنی خود را یک چند مدت رفتیم بعد از سال 92 در افغانستان یک دوره زده شد. دور از دلتان و از دیگه چیز نبود سلفا و خونه کاورده. خیلی خب آب هوا تو بوده در کابل دیگه کمک بسیار برمی گفت ما گفتیم بیا کاری شد. به هر صورت بسیار برنامه مقبول و شدم که باز با شما صحبت هستم و تمام دوستای برنامه و عضو انجمنی پروگرام و همه از ادب سلام میکنم. زنده باشید صدیقی. میخواستم عرض کنم که قاری صاحب عالم شرق و عالم یا پروفیسر ادب و ادبیات در افغانستان و در این خطه بوده، در یک شک نیست. ولی یک باریکی موضوع که همیشه دانشورا و شاعرای معروف پروفیسرها و آدمای دانشمند اگر یک باریکی رو متوجه شدیم که همیشه از شهر کونه قد علم کردن، همیشه از شهر کونه کابل، از شهر کونه هرات، از شهر کونه غزنی. صدیقی آقا اون زمان دیگه کونه نبوده. حکمت است که این شهرها چی حکمت از غوثی صاحب امیر اگر کسی روشنی کرده که چرا از میگن که در وینان است و چطور تمام این مسائل باریکی های زندگی از اینا رو متوجه شد. خوب نقطه علم کردن و دیگه اینا که غریب بودن با این که با شاه ها فرض کنیم با شاه را دست میدادن استاد شاه ها بودن و آدم های بسیار بارسوخ بودن ولی زندگی بسیار ساده و غریبانه داشتن. اگر به زندگی شخصی خواهی سر بریم درست زندگی فقیرانه داشتن اما بسیار زندگی آبرومندانه داشتن. و اینا چرا مثلا به طرف مادیات اینا چه یعنی اصلا هدفشون کونه رو نمیفروختن نه مثلا کوشش میکردن به مردم مجانی فی سبیل الله برسانن و واقعا خدمتاشون قابل. نه دیدین که در یک جمله گپ اونجا گفته بود قاری صاحب یک صفات چی بوده که از دست طفل اولاد بیگانه نان نمیخورد. اینا اصلا لباس نو نداشتن. بله. و یک گپ دیگه بود که شخصیت های بودن که یا باید نمونه باشن برای یک جامعه که از اینا پند بگیرن و بفهمن که مادیات این جایی را نمیگیره. و در جای یک گپ دیگه هم بود غوثی صاحب که مشاعر وقت هم به خیر بود دست خیر نداشت. غیر هم 16 بیلیون صفحه دیگه چیز نمیداشت. دیگه پام بود. نه یک گپ دیگه بود که پیشتر شما گفتین شهر کونه البته در اون زمان شهرها کونه نبوده دیگه. شما حال کونه شدنی اما اینا رو کونه نبوده اینجا و در اینمی مناطق تلویزیونتان رو روشن است صدیقی آقا. خب سر از این موضوع ما شما خوب گپ زدیم با در مفصل سر این خصوصیات شهر کابل با گپ زندگی نامه شخصی از اینا دست مربوط که با این قدر علم و دانش و معرفتی که نداشتن